سلام رفقا، امیدوارم که عالی باشید و پر انرژی. من مریم هستم و به عنوان کسی که چندین ساله دارم تو لاین آرایشگری فعالیت میکنم و چندین رشته عوض کردم تا به رشته مورد علاقم رسیدم، توی این ویدیو میخوام به شما کمک بکنم که شما رشته مورد علاقتون رو بشناسید و بدونید که چه شغلی برای شما مناسبه که مثل من دچار آزمون و خطا نشید. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید که خیلی به دردتون میخوره. خیلیاتون به من پیام میگین که مریم جون من میخوام وارد لاین آرایشگری بشم، یه چیزی یاد بگیرم، ولی به هم بگو کدوم لاین از همه درآمدش بالاتره و مشتری بیشتری به من میده. خب در جواب این سوال باید بگم که شغلی که بهش علاقه دارید از هر شغلی برای شما مناسب تره. خب یعنی شما یادگیریتون رو و شغلتون رو بر مبنای علاقتون قرار بدین، نه بر مبنای درآمد و مشتری که در آینده براتون میاره. نمیگم اینا مهم نیستا، مهم هست. خب خیلی هم مهمه، چون ما از روی سرگرمی کار نمی کنیم. ما در آخر میخوایم نیاز مالیمون هم برطرف بشه. خب اما برای شروع کار ابتدا شما باید به اون کار، به اون رشته علاقه داشته باشید و بتونید هر روز، هر ساعت، هر ثانیه، هر چقدر بتونید اون کار رو با شوق و ذوق و بدون خستگی انجام بدین، خستگی روحی، کاری که از دیدن نتیجهش شما لذت ببرید و فقط به فکری نباشین که کار مشتریتون تموم بشه، کارتش رو بکشید و تموم شه بره. نه، اینجوری نه. شما اول از هر چیزی باید خودتون رو بشناسید و بدونید که به چه کاری علاقه دارید. یعنی به بقیه نگاه نکنید، دختر خاله، دوست، آشنا، فامیل یا همکار توی سالن. خب به اینا نگاه نکنید که از کارشون، از شغلشون چقدر درآمد دارن، چون هر کسی یه مهارتی داره، هر کسی برای یه کاری ساخته شده. من مریم که کوتاهی و بافت مو انجام میدم، با اینکه کارم تو لاین مو هست ولی به رنگ مو علاقه ای ندارم. با اینکه کراتین هم قبلا خیلی مدت کوتاهی کار کردم، علاقه ای ندارم. تو لاین مو فقط من به کوتاهی و بافت مو علاقه دارم، حتی شنیانم نه. پس شما باید خودتون رو بشناسید که به چه علاقه دارید و طبق اون جلو برید. در نهایت اینه که به شما مشتری میده، به شما درآمد میده و آینده شغلتون رو تضمین میکنه. امیدوارم اگر که از این ویدیو خوشتون اومد کانال رو سابسکرایب بکنید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.